ما یک تاجیکستان نوین و تاجیکستان کوچک سازیم و نشان دهیم به اون کله‌خرایی که چیکار می شود کرد در یک زمینی که خالی هست. ببینید همین روسیه هم مثل تاجیکستان یک بیوروکراتی است، یک کشوری است که فساد، رشوه، взятка بسیار در اوج اعلا است. یک رهبر اگر میخواهد نچلنیک فمیس یا راون شود صدها هزار دلار باید بتید که نچلنیک شود. بعد که صدها هزار دلار داد حتما باید که او پول اترابات کند. درست است. پوتین حتی دیروز گفت که страна нуждается в притоке мигрантов, рабочих рук. یعنی همه میدونن که این ملت چی، این مردم دارن آساسته میمیرند، کم میشوند و کارای اینا را ما میکنیم و اینا نیاز به قوه کاری دارن. ولی خب وقتی که کار میرسد به همون جاها یعنی محله ها در همون رایون ها، اون نچلنیک های فمیس همه کار را میکنن که ما و شما گراجدانستو نگیریم. برای چی؟ برای که اونا با پول داده کرسله خریدن و حتما کار را میکنن که چریز انمو پاسریدنیک های همونا بیویم. یعنی گراجدانستو بی پول است. ولی وقتی که شما میرید به خاطر گرفتن، یعنی وید نجید قصه دارید، حق و حقوق حلال دارید که باید گراجدانستو بگیرید، ولی گرفتن نمیتونید. چرا که اون نچلنیک نمیخواهد. اون نچلنیک میخواهد که شما 100,000 یا 200,000 روبل با پاسریدنیک تید بیایید و از طریق پاسریدنیک شما گراجدانستو بگیرید. همه پوتین اگر شب تا روز گوید که اپراسیون این یک جای خودش است، ولی کار در محله ها، در فمیس ها، در مرکزهای گراجدانستوی کار دیگر است. مثل همین که ببینید پوتین میگه که страна нуждается в рабочих рук، ولی ببینید شما صدها هزار آدم زنگ میزنن میگن که اکا ما رفتیم ما پاتنت ندادن یا پاتنت دادن پاتنت نولی رو بد شد. خب ببینید چینوونیکای اینا همه کارا بر ضد منفعت های این دولت انجام میدن. یعنی چینوونیک ها میبرن سر قدرت به خاطری که ضد دولت کار کنن. برای همینم زیاد این چی میگن این عباره های اپراسیونکا گراجدانستو و منما گیر این دروغ است عزیزای دیر، این دروغ است. حالا در همین جا میخواستم یک اعلان دیگر به سهم دوستانی که واقعا میخواستم بروند در یک جا زندگی کنم برسونم که عزیزای دیر ما هماهنگی صورت گرفت. من قبلا هم گفته بودم که در نیوستاک امکان دارد جا و پول جدا کنند و من از دوستا خواهش کرده بودم که زیر این نوار باید که نامنویس شوند، نام و فامیل و چیزی شماره تلفنشون بنویسن. کسایی که با ما هستن، کسایی که میخواهند، برای ما گفتن که 15,000 نفر لازم است، 15,000 فامیلیا نام کنکریت نه آدما لازمن که ما دونیم که احمد محمد اینا میروند. ولی خب 3-4 نفر بیشتر نام نسبش ننویست، شماره تلفنش ننویست. ما دو کردیم، ما رفتیم چینوونیکای کلان دیدیم، صحبت کردیم، دبراشون گرفتیم، ولی نمیدونیم که کی با ما میرود کی با ما نمیرود. بنابر همین من خواهش میکنم زیر نوار کسایی که میخواهند واقعا نام و فامیلشون رو نویسن. ما 15,000 آدم لازم داریم به خاطر رفتن، به خاطر یک تاجیکستان نوین ساختن. من این اطمینان رو به شما میتیم و با مسئولیت تمام جواب میگویم که امکان دارد در این کشور ما یک تاجیکستان نوین و تاجیکستان کوچک سازیم و نشان دهیم به اون کله‌خرایی که چیکار میشود کرد در یک زمینی که خالی هست. یک زمین خالی از نال آباد میکنیم و در دوام 1 سال 2 سال نتیجه نشان میدیم که چه خیلی باید فعالیت کرد، کار کرد و اداره کرد.